بلاگرهایی که زناتون به نمایش میبره به شما یک سوال: آیا همسران شما مثل گاو بنی اسرائیل است که باید به شکل و صورت به نمایش برایند که بینندگان را خوشحال کنند؟ البته سوال عجیب است، ولی شاید غیرت و ناموس شما را بیدار می کند. زیرا گاوی که بنی اسرائیل به حکم خداوند باید ذبح میکرد چنین بود: گاوی که هر بیننده از دیدنش خوشحال شود. خداوند در قرآن کریم صفت آن گاو را بیان کرده می فرماید: تسر الناظرین، یعنی گاوی را ذبح کنید که هر بیننده از دیدنش خوشحال شود. این یک صفت گاو بنی اسرائیل بود که خداوند برایشان بیان کرد. اما امروزها می بینیم که این صفت در زنهای مسلمان دیده می شود. با چهره رنگارنگ و با سر و لباس به نمایش می برایند که هر بیننده را خوشحال می کند، خصوصا مردها را. بعضی آنها با ستر و حجاب به نمایش می برایند، ولی حقیقت حجاب را نمی دانند که حجاب برای پوشاندن زینت و زیبایی است، نه برای اظهار و نشان دادن آن. ستر و حجاب با چهره رنگارنگ چه معنی دارد؟ آیا شما می خواهید همسران شما با چهره رنگارنگ و لباسهای جذاب هر بیننده را خوشحال کند؟ پس غیرت و ناموس شما چی می شود؟ بینندگان عزیز، شما بگویید که آیا چنین مردان را با غیرت گفته می شود یا نه؟ چنین مردان اگر بی غیرت و دیوس نباشند، پس مرد دیوس و بی غیرت کیست؟ شما بگویید.